با همین آیفون هم میشه تصویرهای سینمایی گرفت، ولی قبلش باید 6 تا تغییر توی تنظیمات دوربینت حتما انجام بدی. اولین تغییری که باید انجام بدی، بیا تو تنظیمات، توی قسمت کامرا، توی قسمت رکورد ویدیو و فرمت رکورد ویدیو تو روی 4K 24 فریم بذار. 24 فریم هم به خاطر اینه که تصویر سینمایی تر بشه. اکثر فیلم‌های سینمایی که ساخته میشه فریم ریتشون 24 فریمه. دومین تغییری که حتما باید انجام بدی، روشن کردن استابیلایزر خود دوربین آیفونه. این گزینه حتما باید روشن باشه. مهمترین تغییرم هستش خاموش کردن گزینه HDR. این گزینه حتما باید خاموش باشه. گزینه لاک کامرا هم باید خاموش باشه که جابجایی بین لنزات موقع تصویربرداری انجام نشه. گزینه بعدی خاموش کردن وایت بالانس. چرا؟ ممکنه که کلیت نور تصویر رنگاتو عوض بکنه. تغییر بعدی اینه که گزینه اپل پرورس رو باید حتما روشن کنی که تصویرات سینمایی رکورد شه و با بالاترین کیفیت خودش توی گوشیت ذخیره بشه. و آخرین تغییر اینه که گزینه پرورس انکودینگ حتما باید روی لایک باشه که تصویرها به صورت خام رکورد بشه.